با سلام. با طراحی ابر در هنر نگارگری در خدمت شما هستیم. ابرها از عناصر بسیار مهم در هنر نگارگری هستند که کاربرد اونها هم زیاد هست و جزء عناصر اصلی کار نگارگری هستند. در طراحی ابرها در واقع میتونیم به دو بخش اصلی اشاره کنیم. یکی بخش زبانه ها هست و یکی هم بخش قسمت چرخش حلقه های ابر هست که این دو مورد ابر رو به صورت کلی تشکیل میدن. در ابتدا اگر بخوایم یک ابر رو با زبانه ها و به صورت تقریبا مفصل طراحی بکنیم، ابتدا از یک فرم اشکی شکل به این صورت، به صورت خیلی نرم در انتها، به صورت تقریبا یک بوتجقه طراحی میکنیم و در ابتدا هم سعی کنید که یک مقدار طراحی رو کمرنگ انجام بدید که بتونید یک قسمت هایی رو حذف بکنید و در این قسمت ما زبانه های ابر رو داریم که سعی میکنیم اونها رو به صورت خیلی نرم طراحی بکنیم و بهشون فرم خیلی نرمی رو بدیم. یکی از این زبانه ها به صورت بزرگ و دیگری کوچک ترسیم میشه، اضافات اون رو هم حذف میکنیم به این صورت و یک فرم کلی به این شکل به دست میاد. بعد میایم و یک ضخامتی رو به این فرم ابرمون به صورت و این زبانمون به اصطلاح میدیم. این قسمت که یک هلال و یک قوسی تشکیل شده، این رو ما میتونیم به چند بخش تقسیم بکنیم که از چندین فرم قوس تشکیل میشه به صورت کوچیک و بزرگ و متوسط به این صورت. و در قسمت پشتی این حلقه ها، این نیم دایره ها، ما اولین حلقه ها رو داریم به این صورت که حلقه هامون رو در این قسمت طراحی میکنیم به این شکل. این حلقه ها میتونن به صورت خیلی مختلف طراحی بشن با فرمای کوچیک و بزرگ و متوسط کنار همدیگه به این صورت و میتونیم تنوع زیادی رو ایجاد بکنیم در پشت این محوری که داریم به این صورت. این حلقه ها ادامه پیدا میکنه و در این قسمت ما میتونیم این رو به اصطلاح ملحق بکنیم به این قسمتی که داریم، یعنی به گوشه این ابری که این محوری که ترسیم کردیم. قسمت ها رو میتونیم تنوع بدیم به صورت های کوچیک و بزرگ. این رو هم به این صورت هدایت میکنیم. حالا ما در اینجا یک زبانه ابر رو داریم در واقع که به اصطلاح ترسیم کردیم. این محور ابتدایی ابر هست که در طراحی بعدی که انشاءالله خدمت شما ارائه میدم، قسمت بعدی اون که در این قسمت قرار میگیره و تشکیل میشه از یک سری چرخش های بزرگتر و زبانه هایی که در اطراف ابر میتونیم بهش اضافه بکنیم و شکل ابرمون رو به صورت گسترده تر
جلوه‌گر میشه میتونم براتون طراحی بکنم و انشالله اجرا خواهیم کرد. انشالله تا ویدئوی بعدی.